مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 30 ینور سال 2024 از آشکار شدن سه مورد رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی با استفاده از سلاح سرد خبر داد. از جمله بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوان 20 ساله ساکن شهر کولاب با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. این جوان به آن گمان بر می شود که شام 28 ینور سال 2024 تخمین ساعت 19:30 در نزد بازارچه دیهه گلستان نویه واسه با جوان 19 ساله ساکن همین نویه جنگ و جنجال نموده یک دیگر را لطکوب بنمایند. سپس گمان بر شونده از حیثیت افباشی با کارد یک مرتبه به بدن جبر دیده زده است. در نتیجه او جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. این چنین هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوان 24 ساله ساکن شهر پنجکند با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده شام 19 ینور سال 2024 تخمین ساعت 19:00 هنگام در چایخانه واقع در دهه قلچه بکوال شهر استرافشان قرار داشتنشان با همسرش زن 24 ساله ساکن همانجا جنگ و جنجال نموده با مقصد قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی با کارد خواجگی یک مرتبه به قسمت شکم نامبرده زده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. همزمان در نتیجه برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 48 ساله ساکن شهر استرافشان با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده شب 26 ینور سال 2024 تخمین ساعت 01:00 در نزد خانه استقامتیش از سبب به میان آمدن مناقشه با مرد 46 ساله ساکن شهر پنجکند جنگ و جنجال نموده با مقصد قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی با کارد خواجگی 3 مرتبه به قسمت شکم آخرین زده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.